سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نت تیوی. امیدوارم هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. با سومین ویژه برنامه جشنواره بزرگ شبکه جهانی نت تیوی در خدمتتون هستیم. همونطور که تو 2 هفته اخیر در جریان قرار گرفتیم، ما به مناسبت سالگرد تأسیس شبکه جهانی نت تیوی جشنواره‌ای را انداختیم که شرکت در این جشنواره و در مسابقه این جشنواره خیلی ساده است. یعنی شما میتونید خیلی ساده تو این جشنواره شرکت کنید، شانستون رو امتحان بکنید برای برنده شدن یکی از جوایز نقدیمون که حالا 30 تا جایزه است و مجددا من این جوایز رو اعلام میکنم خدمتتون. شما کافیه فقط برین جلوی تلویزیون، از خودتون و از تلویزیون هنگامی که داره شبکه نت تیوی پخش میشه عکس بگیرید و دایرکت در اینستاگرام ما ارسال بکنید. حتما شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید، کانال یوتیوب ما رو عضوش بشین، اینستاگرام و تلگرام حتما فالو بکنید و به این شکل هم اخبار و اطلاعات جدید از شبکه نت تیوی به دستتون میرسه، هم میتونید دنبال بکنید عکساتون برنده شده یا خیر. یه ولی هست با هم در مورد شبکه‌های اجتماعی نت تیوی با هم دیگه میبینیم و برمیگردیم. یه نکته‌ای که حتما من باید تو این برنامه خدمتتون یادآوری بکنم در مورد عکساتون. حتما عکساتون شفافیت لازم رو داشته باشه، کیفیت عکس‌ها بالا باشه. خیلی خیلی مهمه که خودتون توی عکس باشین و همینطور از تمام صفحه تلویزیون عکس رو بگیرید و نصف نیمه و اصطلاحاً یه بخشی از تلویزیون نباشه، کامل خود تلویزیون توی عکس باشه، خودتون تو عکس باشین. و یه نکته خیلی مهمی که ما تو 2 هفته اخیر بهش برخورد کردیم، نحوه عکسایی است که برای ما میفرستین. درسته که شما در منزل هستین و به هر حال لباس راحتی پوشیدین و نشستین جلوی تلویزیون، حالا میخواین یه عکسی هم برای ما بفرستین، به هر حال عکس‌ها یه جوری باشه که قابل پخش باشه. ما یه سری عکس دوستان برای ما فرستادن که خب جلوی تلویزیون قرار گرفتن، لختن یا مثلا با لباسای زیر خیلی نامناسب به لحاظ پخش این عکس‌ها رو فرستادن. به هر حال در نظر داشته باشین این عکس‌ها از تلویزیون پخش میشه، اگر که برنده بشین خب بیشتر پخش میشه و یه جوری باشه که این عکس‌ها قابل پخش باشه. این خیلی مهمه که عکسایی که میفرستین حتما قابل پخش باشه. روی عکس‌ها ایموجی نذارین، روی عکس‌ها فیلتر یا چیزی اضافه بر سازمان نذارین، چون که در مسابقه شرکت داده نمیشه. این شرایط رو حتما رعایت بکنید، عکساتون رو برای ما بفرستین و ما حتما در مسابقه شرکت می‌کنیم و امیدواریم که برنده جوایز ما بشین. یه وله دیگه ای از عکس‌هایی که برای ما ارسال شده با هم دیگه ببینیم تا بریم سراغ قرعه کشی این هفته. هفته گذشته 6 عکس رو انتخاب کردیم. 6 عکس به قید قرعه انتخاب شدن و 6 جایزه 1 میلیونی رو تقدیم کردیم خدمت شما بینندگان عزیز. این هفته 4 جایزه 1 میلیونی و 2 جایزه 2 میلیونی رو تقدیم می‌کنیم خدمتتون. ما کلا 30 جایزه نقدی داریم که این 30 جایزه نقدی 10 تا جایزه 1 میلیونی، 10 تا جایزه 2 میلیونی و 10 تا جایزه 3 میلیون تومانی هست. مجموعاً 30 جایزه نقدی است که تقدیم می‌کنیم خدمتتون. تا الان 6 تا جایزه رو هفته پیش قرعه کشی کردیم و تقدیم کردیم خدمتتون. بر اساس عکسایی که میفرستین به صورت دفعتاً این عکس‌ها انتخاب میشه و ما این عکس‌ها رو پخش می‌کنیم. کسی که برنده میشه
حتما از همون اکانتی که اون عکس رو فرستاده مجدد عکس رو برای ما بفرسته، اسم و مشخصاتشون رو بفرسته، شماره تماسش رو برای ما بفرسته که با تلاش همکارانمون سریع بتونیم این جوایز رو تقدیم بکنیم خدمتتون. حتما مجددا این دوستایی که برنده شدن عکساشون رو برای ما بفرستن که ما بتونیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم، شماره تماسشون رو بذارن که همکاران تماس بگیرن و هماهنگی تحویل جایزه رو باهاشون داشته باشیم. یه تعدادی از برنده هامون ویدیو فرستادن، جایزه‌شون رو دریافت کردن. این ویدیوها رو با هم دیگه ببینیم. سلام، معصومی هستم از خرمشهر، برنده این دور از مسابقه نت تیوی شدم. با تشکر. سلام، ناصر عوضی هستم، یکی از برنده های خوششانس نت تیوی. با تشکر از دست‌اندرکاران شبکه نت تیوی که با برنامه‌های خانوادگی که قابل پخش برای تمام مردم. امیدوارم برنده بعدی خود شما باشید. سلام، خسته نباشید. ما خیلی خوشحالیم که تو مسابقه بزرگ شبکه نت تیوی برنده شدیم. من و خانوادم همیشه برنامه‌تون رو نگاه میکنیم. خیلی ممنون از شبکتون. خداحافظ. سلام، وحید اورشی هستم، برنده جشنواره شبکه نت تیوی. و اما قرعه کشی این هفته، ما این هفته هم 6 جایزه تقدیم میکنیم خدمتتون. 6 عکس رو انتخاب میکنیم به صورت قرعه و شانسی که ببینیم که این 6 برندمون که 4 تاشون بهشون جوایز 1 میلیونی تعلق میگیره و 2 نفر هم جایزه 2 میلیون تومانی میگیرن. همونطور که قبلا هم عرض کردیم 10 جایزه 1 میلیونی، 10 جایزه 2 میلیونی و 10 جایزه 3 میلیون تومانی رو ما تقدیم میکنیم خدمتتون. هفته گذشته ما 6 جایزه 1 میلیون تومانی رو تقدیم کردیم به شما بینندگان عزیز. 4 تاش موند برای این هفته و 2 جایزه هم از جوایز 2 میلیون تومانی رو امروز قرعه کشی میکنیم. مجموعاً 6 جایزه رو امروز تکلیفش رو روشن میکنیم و تقدیم میکنیم خدمتتون. بریم ببینیم اولین برنده ما کیه. همونطور که قبلا هم من توضیح دادم خدمتتون، عکس ها رو پشت سر هم گذاشتیم، با سرعت خیلی بالایی عکس ها پخش میشه و ما خیلی شانسی یه دونش رو انتخاب میکنیم. اون عکسی رو که روش کلیک میکنیم در بین این هزاران عکسی که برای ما اومده، اون عکس منتخب و عکس برنده این هفته است. با هم دیگه ببینیم عکس ها رو. من از روی لپتاپم همونطور که شما میبینید این عکس ها رو میبینم که پشت سر هم میره. ما سعی میکنیم که خیلی اتفاقی، چون اصلا نمیشه انتخاب کرد با این سرعتی که داره میره. 3 2 1 این هم اولین برندمون. به چه عکس زیبایی هست از یک، فکر میکنم مادر و دختر هستن که چقدر قشنگ در کنار هم هستن جلوی تلویزیون. عکس این مادر و دختر برنده اول این هفتمون هستش و برنده هفتممون در کل. این مادر عزیز با ما تماس بگیرن و مشخصاتشون رو برای ما بفرستن. جایزه 1 میلیون تومانی مبارکشون باشه. بسیار هم عکس زیبایی فرستادن. بریم سراغ برنده دوم. خب بسیار عالی، عکس‌ها داره همچنان میره پشت سر هم. 3 2 اینم یه عکس. فکر میکنم که این دوست عزیزمون از استان سیستان و بلوچستان باشه. از ترکیب لباسشون فکر میکنم که از این استان باشن و خیلی ممنونیم که از جاهای مختلف ایران برای ما عکس میفرستین. بسیار خوشحال کننده است که ما در استانهای مختلف بیننده داریم و امیدواریم که حالا این دوست عزیزمون ما رو ببینه، این عکس برنده‌ای که انتخاب شده رو ببینه و با ما تماس بگیره تا ما جایزه‌شون رو تقدیم می‌کنیم خدمتشون. بریم سراغ نفر سوم و قرعه سومی که برای این هفته انتخاب میشه. خب ببینیم عکس‌ها رو پشت سر هم داره میره. این دفعه از اولا انتخاب می‌کنیم. 3 2 1 بسیار خوب. یه دختر خانم خیلی زیبایی جلوی تلویزیون نشستن و عکسشون هم خیلی عکس قشنگیه. خیلی ممنونیم ازشون. این دختر خانم هم برنده سوم امروزمون هستن که جایزه 1 میلیونی بهشون تعلق میگیره. مبارکشون باشه. عکس بسیار زیبایی هم بر ما فرستادن. میریم برای انتخاب چهارمین عکس که این آخرین جایزه 1 میلیون تومانی ما هست. یعنی در مجموع ما 10 جایزه 1 میلیونی داشتیم که این آخرین جایزه 1 میلیونی ما هست. بریم ببینیم این جایزه رو کی میبره. این عکس‌ها رو ببینیم که پشت سر هم این دفعه میذاریم یه ذره عکس‌ها بگذره بره تا آخر بره 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 بره. خب 3 2 1 خب این جایزه 1 میلیون تومانی آخر هم به این خانم رسید که جلوی تلویزیون نشستن، تقریبا نمای نزدیک هم گرفتن عکسشون رو. خیلی ممنونیم از این عکسی که برای ما ارسال کردن، تشکر میکنیم ازشون. ایشون هم باید با ما تماس بگیرن و
عکسشون رو، اسمشون رو و شماره تماسشون رو توی اینستاگرام برای ما بفرستن تا همکاران ما جایزه رو تقدیم کنن خدمتشون. از اینجا به بعد 2 جایزه 2 میلیون تومانی رو قراره که قرعه کشی بکنیم. 10 جایزه 1 میلیون تومانی قرعه کشی شد. 2 جایزه 2 میلیون تومانی رو این هفته قرعه کشی می‌کنیم. هفته آینده هم دوباره جوایز 2 میلیون تومانی رو قرعه کشی می‌کنیم. بریم ببینیم که کی جایزه 2 میلیون تومانی میبره. خب بریم سراغ عکس‌ها. پشت سر هم عکس‌ها میره. بشماریم 1 2 و 3. بسیار هم زیبا. این آقای عزیزی که جلوی تلویزیون نشستن، همزمان داشته برنامه نوستالژی سلطان شبان هم، سریال سلطان شبان پخش می شده. این آقای عزیز هم با ما در تماس باشن، این عکس رو دوباره از اکانتشون بفرستن، اسم و مشخصات و شماره تماسشون، تا همکارای ما باشون در تماس باشن و جایزه رو تقدیم می‌کنیم خدمتشون. اولین جایزه 2 میلیون تومانیمون به این آقایی که جلوی تلویزیون نشستن تعلق گرفت. میریم برای 6مین جایزه و آخرین جایزه‌ای که تو این هفته ما تقدیم می‌کنیم خدمت کسی که برنده میشه. این جایزه هم 2 میلیون تومانیه. بریم عکس‌ها رو با هم دیگه ببینیم و جایزه آخر این هفته رو مشخص بکنیم. خب عکس‌ها داره میره پشت سر هم، میره همچنان پشت هم. 3 2 اینم آخرین جایزه این هفتهمون. 1. واو چه عکس زیبایی. یه آقا پسر، فکر میکنم ایشون هم از استان سیستان بلوچستان باشن. یه پسر کوچولوی بسیار زیبا. چقدر عکس جذابیه. خیلی خوشحالیم که برنده های مختلفی داریم. ممنونیم از عکسایی که برای ما میفرستین. این پسر کوچولو قشنگ، حالا اگر که خودش این عکسو فرستاده یا خانواده‌اش فرستادن، مجدد این عکسو بفرستن. ما خوشحالیم. این هفته 2 تا برنده فکر می‌کنم از استان سیستان و بلوچستان داشتیم. خیلی جالبه برامون که اونجا در این استان انقدر بیننده داریم که عکسای زیادی برای ما میفرستن. ممنونیم ازتون. 6 جایزه مشخص شد، 4 جایزه 1 میلیونی و 2 جایزه 2 میلیون تومانی. بریم با هم دیگه عکس‌ها رو ببینیم و برمیگردیم. 6 عکس برنده این هفته رو با هم دیگه دیدیم. این 6 تا عزیزی که برنده شدن لطفاً با ما تماس بگیرن، ما بتونیم خیلی سریع جایزهشون رو تقدیم بکنیم خدمتشون. مبارکشون باشه تک تکشون. امیدواریم که تو هفته‌های آینده عکس‌های شما باز هم برای ما ارسال بشه و برنده جوایز نقدی ما بشین. حتما ما رو در شبکه‌های تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب دنبال بکنید. اکانت اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام رو ما ولش رو گذاشتیم، دیدین. قطعا میتونید خیلی ساده به شبکه‌های اجتماعی ما دسترسی داشته باشین. حتما کانال یوتیوب ما رو دنبال بکنید، به خاطری که زودتر از پخش در تلویزیون ما ویژه برنامه‌ها و مراسم‌های قرعه کشی رو در کانال یوتیوب میگذاریم. اگر کسی نتونه از تلویزیون برنامه رو ببینه، به راحتی میتونه از کانال یوتیوب ببینه. البته برنامه‌ای که امروز پخش میشه بارها و بارها در طول هفته تکرار میشه و شما میتونید این برنامه رو ببینید و چک بکنید ببینید عکستون برنده شده یا نه. امیدواریم که همچنان حمایت بکنید از شبکه خودتون، شبکه جهانی نت تیوی. روز و روزگار بهتون خوش باشه. همیشه خوب و خوش و سلامت باشین. تا برنامه بعد، بدرود.